سوره اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل هو الله احد. بگو او خداوند یکتاست. الله الصمد. خداوند بی‌نیازی که همه نیازمند اویند. لم یلد ولم یولد. نه زاییده است و نه زاده شده. ولم یکن له کفوا احد. و هرگز احدی همتای او نیست. سوره فلق. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل اعوذ برب الفلق. بگو پناه میبرم به پروردگار سپید دم. من شر ما خلق. از شر مخلوقاتش. و من شر غاسق اذا وقب. و از شر ظلمت چون درآید. و من شر النفاثات فی العقد. و از شر آنها که در گره های جادو میدمند. و من شر حاسد اذا حسد. و از شر هر حسودی که حسد می‌ورزد. سوره ناس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل اعوذ برب الناس. بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. ملک الناس. فرمانروای مردم. اله الناس. خدای مردم. من شر الوسواس الخناس. از شر وسوسه‌گری که از نام خدا می‌گریزد. الذي يوسوس في صدور الناس. همان که در سینه‌های مردم وسوسه به پا می‌کند. من الجنة والناس. چه از جنیان باشد چه از مردمان. سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل يا أيها الكافرون. بگو ای اهل کفر. لا أعبد ما تعبدون. آنچه را که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شما نیز آنچه را من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد. ولا أنا عابد ما عبدتم. پس من پرستنده چیزی که شما پرستش میکنید نیستم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شما نیز پرستنده آنچه که میپرستم نیستید. لكم دينكم ولي دين. پس دین شما برای شما و دین من برای من. صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.